میخواستم که شما را به سال 2022 تبریک گفته به شمایان همتون صحتمندی، سلامتی، عائله تنج و میخواستم در همین آسمان سمرقند دائما صاف باشد و چی آرزوهایی که نیت‌هایی که دارتون شما را جامعه عمل باشد. گفتند که زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. بگذار شما را هم چی آرزوی نیتی که دارید به جامعه عمل باشد. 21 سال بسیار هم نغز بود، به همه هر خیلی این سال آمد، به خوبی و بدی. بگذار میخواستیم که این سال 2022 هم به همه‌تون فقط نغزی باشد و خرسندی و یگان آن چی نیت‌هایی که کردگی باشد به آن نیت‌ها هم رسید. باز یک بار دیگر سال نوتان مبارک شود.